خب دوستان، ادامه ویدیوی ساخت شطرنج. ببینید دوستان، متاسفانه تو فیلم برداری که میخواستم بسازم نیفتاد، ولی خب فرمول همون فرمول ساخت سنگ مصنوعی نمای داخل، حالا اکسسوری ها، با اون فرمول اینو ساختیم. عرضم بزرگتون که قالبش رو تهیه میکنیم. من قالبش رو چون آموزش سیلیکون رو قبلا نداده بودم بهتون، دیگه اینجا توضیح ندادم. سیلیکون من قالبش رو ساختم، این قالب سیلیکونیش هست. من قالب اینو توی چند روز گرفتم و گذاشتم خشک شد و الان میخواییم نصبش کنیم. آموزش نصب. ببینید این مخلوطی از سنگ مصنوعی و پلاستیکه، خورده پلاستیکاست که به این صورت شده و این به صورت رنگی و اون رگه‌های رنگیه و اینا هم که صفحه شطرنج اون قسمت مشکیاش هستش، یک دست مشکی. خب برای آموزشش من اینو شروع میکنم. برای آموزش قبلش یه ملاتی باید بگم درست کنید بچه‌ها. ببینید مخلوطی از چسب چوب و سیمان، حالا سیمان سفید یا سیاهش زیاد مهم نیست. این مخلوط رو درست میکنیم برای چسبوندن. این چسب کاشی میشه تقریبا. این رو درست میکنیم و زیر اینا میذاریم و حالا چرا به این صورت درست میکنیم؟ چون یه حالت نرم داشته باشه، حالت ملاطی داشته باشه، بتونیم تنظیمش هم بکنیم. اینا هم که میبینید چوبایی که به این صورت گذاشتم به خاطر اینکه یه فاصله کوچیک اینا 2 میل 3 میل هستش داخل اینا باشه و اون فضای به اصطلاح خط خیلی شکل و جالب رو تا انتها داشته باشیم. حالا من این رو شروع میکنم. این دوتای اول رو من چسبوندم، بقیهش رو هم میرم. خب ادامه کار رو میریم بچه‌ها. همینطوری مثل سری قبل که کار کردیم این هم ادامهش رو همینطوری میریم تا آخر. ببینید چقدر دیگه میتونیم بچینیم. تا اینجا کار کرده بودیم، این سری خوش شد که الان راحت میتونیم فشار بیاریم، اونا جابجا نمیشن دیگه. الان مرحله بعدی رو میریم تا جایی که این چوبامون راه بده بتونیم داخل این اون اسپیسر قرار بدیم. ببینید دوستان، فقط خواهشان از یک طرف شروع کنید. این نباشه که از این ور شروع کرد سری بعد از این طرف بچینید بره. از یک طرف بچینید و فشار رو به بالا و چپ اصطلاح داشته باشید. طوری باشه که اینطوری که باشه این فاصله خطا تقریبا میزون در میاد. حالا هرچی هم که نامیزونی باشه، چون بخره قالب گچیه، خود کم و زیاد بزنی یه خود ممکنه تاثیر بذاره. برای همین حتی امکان این خطا رو خودتون رعایت کنید، به صورتی که میگم از این طرف الان مثلا سفیدو میخوام این طرف باید بچینم،
رو به چپ و بالا فشار میارم. البته بعد خوش شدن، الان فشار بیاری حرکت میکنه. به این صورت که حرکت کنیم خطات میزون در میاد، ولی از این طرف بخوایم شروع کنیم سری بعد این ور شروع کنیم نامیزون میشه. اینو خواهشاً رعایت کنید. چیزی هم که هست، ببینید من این رو با چوب در آوردم، حالا چوب سلا، چون رنگ پذیری خوبی داره، وقتی رنگ میشه خوب میشه، بهتر میشه. MDF خب اگه بزنم یه چیز ساده تقریبا در میاد. زیرش هم هرچی خواستید بزنید. من حالا به سلیقه خودم از این جنس دادم، تقریبا پلاستیکه. اگه حالا مثلا میگم چرا یک دو سه نزنیم که زودتر خوش بشه. این ملات همونجوری که گفتم عین ملات سیمان زیر سرامیک و کاشی عمل میکنه. میتونید بازیش بدید و وقتی خودش رو بگیره خیلی سفت در میاد، چون ما میخوایم رزینم بعدش بریزیم، بهتر زیرسازی خیلی قوی و محکمی داشته باشه. این قراره یه میز بشه دیگه و با یه تکون جابجایی نشکنه، حداقل یه قالب محکم و سفتی داشته باشیم. بهتر از این جنس استفاده کنیم. یک دو سه شاید همون لحظه به چسب راحت باشید، ولی اون ملات خویش و اون فضایی که میتونیم بدیم. یه چیزایی هم هست که برای چسب برای کاشی‌ها استفاده میشه، بهش اسپیسر میگن. چیز پلاستیک ریزی که میتونین لابلای اینا هر کی داشت حالا میتونه تهیه کنه، از اونم تهیه کنه میشه. اونا هم 1 میل 2 میل اینا حدوداً اندازش هست، نمیدونم 2 میل اینا حدوداً میشه. و 4 گوش داره، قشنگ میتونید داخلش بذاری. 4 گوش داره، گوشه حالت الی داره، صاف داره، یه طرف دو طرف داره. اینا میتونید قشنگ راحت با اونم میتونید استفاده کنید. اون اسپیسرها تا آخر میمونه و بعد میتونید بکشید با چیز در بیارینش. اون بهتر بود اگه میبود، حالا ما نداشتیم تهیه نکردیم و با این چوبا داریم این کار میکنیم. فرقی هم نمیکنه، تا جایی که میخوایم نشون بدیم که میشه با مسائل و مواد دوره‌ور هرچی هست استفاده کرد. این قالب بودی که قبلا استفاده کردم و به کار نمیاد، باید مینداختمش تو. حالا تو اینجا استفاده میشه، یه استفاده دیگه میشه و کلا میندازیمش تو. اینی که با هر وسیله‌ای که تا جایی که میشه ما باید کمتر و کمتر کنیم این هزینه. خب میشد حالا یه بحثی هم هست، میشد همه رو به این صورت زد، خب شاید شکیل‌تر در میاد، ولی من خواستم نشون بدم که با هر چیزی هم میشه اینو زد، با هر طریقی یا روشی هم که خواستید میتونید بزنید، قشنگ میشه، ترکیبش هم قشنگ میشه. اینا هم نگران نباشید. آخرش یه سنباده میزنیم، یه ساب میزنیم، میره ترتمیز میشه، بعد رزینمون رو میریزیم. نکته دیگه چیزی فکر به نظرم نمیرسه. منتظر میشم تا خوش بشه، بعد ادامه کار. این سری به ملاتم یه خورده گچ هم اضافه کردم که سریعتر ببنده، تیم زودتر خشکیشو ببینیم. دستکشم کثیف شد، اینا لک میشه. جایی که ممکنه لک نشه، البته گفتم که میشه پاکش کرد، ولی خب جایی که ممکنه لک نکنیم بهتره، بعدا خودمون اذیت میشیم. کار زیبا و قشنگی میشه، یه میز خوشگل در میاد. میشه به جای پلاستیک از شیشه هم استفاده کرد. البته من شیشه رو گذاشته بودم برای یه کار دیگه، براتون آموزش بدم برای یه چیز دیگه. اینو گفتم حالا پلاستیک دم دستر داشتم، پلاستیک رو خرد کردم، ریز کردم به این صورت. پلاستیک هم حالا اگه سوال کنید چجوری میشه خرد کرد، پلاستیک های ریز رو مثل در نوشابه، حالا هرچی که ریزتره، اونا رو من ریختم داخل یه میکسر قدیمی به قول معروف به درد نخور داشتم، ریختم داخل اون. همونجوری که مواد غذایی رو له میکنیم اینو لهش کردم، خردش کردم. شما میتونید دقیقا همین کار رو بکنید، این راه دیگه نداره مگه اینکه دستگاه
صنعتی داشته باشیم مخصوص این کار. نه الان بچه‌ها من گچو که زدم قشنگ احساس میکنم این ملات همین الانش داره خشک میشه، خیلی سریع میبنده. خب این از اینجا در میاریم چون دیگه اونجا به کارمون نمیاد دیگه، تا اینجا میچینیم دیگه بس. از اینجا هم در میاریم، بعد این یکی میذاریم. ملاتمون هم سریع داره میبنده. خب بعدی رو دوباره شروع میکنیم. یکی دو جا سوتی دادم، اون بعدن آخر متوجه شدم خب دیگه این نمیشد کاریش کنی، کار از کار گذشته بود. یا باید کلا میکندم از اول میدادم که ارزش نداشت. اینو به هر حال ما اینو روش ساختش رو توضیح دادیم، هرچی دقت بالاتر بشه از این سوتی هایی که من دادم به هر حال کمتر میشه. سوتی ها رو بهتون نشون میدم، میگم کجاهاست چه اشتباهی کردم که کار ما به این صورت شد. اینم یه صفحه شطرنج، میز شطرنجمون. حالا تکمیل که بشه کامل معلوم میشه. اینجا رو میگم بچه نگاه کنید، اینجا میخوام نه نمای کلی بهتون نشون بدم، دارو در بیارم. خب بچه نگاه کنید، اینم شد نمای کلی کار ما. نمیدونم تصویر چی شد. اینم یه نمای کلی کار ما. بریم برای اینکه خوش بشه بقیه کاراش رو انجام بدیم.